اگر به تازگی کار ناخن رو شروع کردی این ویدیو به دردت میخوره. یک، اینکه چه لوازمی رو وقتی اول کارته نیاز داری که بخری، اضافه کاری هم نکنی. چجوری توی محیطای سالن باید رفتار کنی و سه، اینکه با مشتریا باید چجوری رفتار کنی. در مورد وسایل باید بگم که شما اولش باید وسایل ضروری رو تهیه کنید، مثلا قلم، پودرها یا پلیژل ها، مثلا مثل مواد کلیه، مواد هلویی. یعنی موقعی که شما مسلط شدی به کار ناخن، پودرهای رنگی، دیزاینای زیر کاشت، اینا رو تهیه کنی و استفاده کنی. در مورد ژلیش هم همینطوره. ژلیش رنگ سفید، مشکی، قرمز، تاپ کوت نیاز داری، بیس کوت نیاز داری، پرایمر و دهیدراتور و 3-4 تا رنگ ژلی که بیشترین استفاده رو داره. نگران این قضیه نباش که الان میخوام برم مثلا توی سالن میخوام استخدام شم و ممکنه مدیر سالن بهم بگه که وای چقدر الان رنگ لاکشالت کمه. که مشتری نداشته باشی بعد از 1 سال اصلا دلت زده میشه از این کار، برای اینکه توش درآمد نداری، یک عالمه اولش هزینه کردی و احساس میکنی که یه کار بیخودی انجام دادی. ولی اگر قدم به قدم وسایلتو بخری و بری جلو، هیچ وقت دل سرد نمیشی ازش، هیچ وقت. از همون درآمدی که داری حتی میتونی یه سری از وسایلاتو بخری. در مورد محیط سالن، موقعی که میرید توی سالن کار کنید، اولین چیزی که باید در نظر داشته باشید نور سالنه. یه نور متوسط خوبی باید داشته باشه، حالا نه خیلی زیاد نه خیلی کم. با یه چراغ روی میزم میشه یه سری چیزا رو درست کرد. تایم طولانی قراره بشینید کار کنید، ریزه‌کاری زیاده و چشمتون اذیت میشه. میز و صندلی هم باید استاندارد باشه. وقتی که میشینید روش باید راحت باشین. 8 ساعت قراره بشینید رو میز و صندلی و خب ناخودآگاه یکم هم آدم به سمت پایین خم میشه، میخواد کار کنه. برای همین باید ارتفاع میز و اینا درست باشه. بهتره توی سالنایی برید که هواکش وجود داره. اون پودر و لیکوید و ذرات ناخن که وقتی میتراشیم ممکنه آخر شب آدم سردرد بگیره، حالش بد بشه، یا تهویه خوبی داشته باشه. هر ناخنکاری به نسبت اون مسیری که طی کرده تجربیات خودشو داره و به نظر من باید انرژی مثبت باشه. هر اتفاقی که حالا تو خونش میفته ربطی نداشته باشه به سالن. رفتار خوبی رو داشته باشی با مدیرت، مثلا منشی، لاین های دیگه، یعنی بتونی ارتباط برقرار کنی با همکارات. ولی خب یه سری مهارت ها میخواد، ولی کوچولو کوچولو اونم یاد میگیرین. سعی کنید با همه مهربون باشی، ولی به طور کلی قبل از اینکه برید وارد یک سالنی بشید، منظورم اینه که قبل از اینکه مثلا قرارداد ببندید، حتما مدیرتون رو و دیزاین سالنتون رو آنالیز کنید. چه چیزایی براش مهمه، مثلا ظاهرش چجوریه. حواستون به این مسائل باشه که برای بعدش مشکل پیدا نکنید. در مورد مشتری، خب بحث مشتری بحث خیلی طولانیه، بعداً یک ویدیو خواهم ساخت. اولویت اول در کار خدمات با مشتریه. مشتری هر چی بخواد همونه، ولی در یک چارچوب خاصی. مثلا ممکنه مشتری بیاد ناخونش قارچ داشته باشه، پس که شما اجازه داری که بگی که با عرضه مثلا پوزش من این کار انجام نمیدم. مشتری میگه من الان مثلا میخوام آبی بزنم و شما اصرار داری که اون قرمز بزنه. خب اینا چیزایی که معذب میکنه مشتری. اگه بوی ناخون خیلی زیاد توی سالن بیاد، مشتری خوشش نمیاد. اگر که محیط سالن محیط مثبتی نباشه، یه سری مسائل اینجوری هست. ولی فکر کنم در مورد این قضیه باید یه ویدیوی جدا درست کنم چون خیلی طولانیه. ممنونم که تا آخر ویدیو با من بودین. تا ویدیوهای بعدی، فعلا خداحافظ.